در اعماق سرت چیزی زندگی میکنه، هوشمند، ناشناخته و گاهی ترسناک. تا آخر این ویدیو با من باشید تا پرده از رازهای ناشناخته مغز برداریم. مغز بعضی از آدم‌ها خودشون رو دشمن میدونه. در بیماری‌هایی مثل اسکیزوفرنی یا سندرم دست بیقرار مغز باور میکنه که یکی از اعضای بدن دشمن خودشه. مثلا دست فرد بدون کنترل خودش حرکت میکنه. مغز میتونه صدای مرده ها رو بسازه. بعضی افراد که عزیزی رو از دست دادن صدای اون فرد رو بارها تو ذهنشون میشنون. این توهم نیست، این مغزه که برای کاهش درد تو رو وارد یه دنیای خیالی میکنه. مغز بعضی از آدم ها هیچ احساسی نداره. یه سندرم عجیب هست به اسم آلکسیتیمیا که باعث میشه فرد نتونه هیچ احساسی رو تجربه یا درک کنه. انگار یه ربات تو بدنت هست. بیشتر تصمیم هایی که میگیریم ناخودآگاه گرفته میشن. فکر میکنیم خودمون انتخاب میکنیم، اما در واقع بیشتر تصمیم هایی که میگیریم قبلا توسط مغزمون انتخاب شدن، قبل از اینکه خودمون چیزی بفهمیم. تو شاید خودت نباشی. مغز یه توهم از خودش میسازه، چیزی به اسم ایگو یا خود ذهنی. ایگو بخشی از مغزه که بین خواسته های غریزی و واقعیت تعامل ایجاد میکنه. یعنی اینکه ما کی هستیم یه برنامه‌ریزی شیمیایی مغزه، نه چیز بیشتر. فقط 4 دقیقه بدون اکسیژن بمونه میمیره. مغز فقط 4 دقیقه میتونه بدون اکسیژن زنده بمونه. بعد از اون سلول های مغزی یکی یکی میمیره و این مرگ ها بازگشت ناپذیره. مغز فلجت نگه میداره تا رویا ببینی. تو مرحله از خواب به اسم ریم مغزت عمدن بدنت رو فلج میکنه تا وقتی خواب میبینی راه نری یا مشت نزنی. اما گاهی این فلج شدن ادامه پیدا میکنه و تبدیل به یه چیز وحشتناکی میشه به اسم فلج خواب. نیمه شب مغز بیدارتره تا وسط روز. بعضی افراد وقتی بدنشون در حال استراحته مغزشون وارد فاز فعال میشه، مخصوصا افرادی که اضطراب یا تخیل قوی دارن. به همین دلیله که نصف شب فکرهای عجیب غریب میکنی یا کابوس میبینی. مغز میتونه خاطرات جعلی بسازه. ممکنه خاطراتی از دوران کودکیتون داشته باشید که 100% بهشون مطمئنید، ولی اون خاطرات هیچ وقت در واقعیت اتفاق نیفتاده. دانشمندا ثابت کردن مغز میتونه خاطرات جعلی تولید کنه و حتی جوری که متوجهش نشی. بعد از شنیدن همه اینا به نظرت واقعا کنترل مغزت رو داری یا مغزته که داره تو رو کنترل میکنه؟ اگه از این ویدیو خوشت اومد یادت نره لایک کنی و تو کامنت برام بنویسی به نظرت ترسناکترین حقیقت کدوم بود.